در دایره همکاری‌های دوجانبه با دپارتمنت داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان شروع از سنه 28 ایول با تشبث فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در آسایشگاه شاهین شهر گلستان سمینار آموزشی برای داوران آغاز گردید که در آن 12 نفر داورانی که به بازی‌های لیگ پیشرفت، لیگ امید، لیگ بانوان و بازی‌های لیگ دوم جلب گردیدند اشتراک می‌نمایند. در مراسم افتتاحی این کورس‌های آموزشی معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت الهام جان احمدوف اشتراک نموده با اشتراکچیان از اهمیت گذرانیدن چنین چهاربینی‌ها برای داوران صحبت نمود. قید کرده شد که در این مدت باید اشتراکچیان سمینار از امکانات‌های فراهم آورده فدراسیون فوتبال ولایت سوخت استفاده برده ملکه خود را تکمیل دهند و من بعد واخوری‌ها را در سطح بلند داوری نمایند. قید کرده شد که برگزاری چنین چهاربینی‌های آموزشی برای رشد و پیشرفت فوتبال کشور زمینه می‌گذارد. با اشتراکچیان سمینار رفری فیفا سیاد جان زین‌الدینوف و خورشید دادابویف درس‌های نظروی و عملی می‌آموزانند. قاعده‌های فوتبالی که تغییراتی که نو شدگان در بازی فوتبال فهمانداتی. این سال در چمپیونات تاجیکستان لیگ اولی، لیگ یکم، همچون در کوبک جمهوری تاجیکستان و در دیگر بازی‌های لیگ کودکان، لیگ بانوان، بازی‌ها می‌گذرند لیگ دوم‌ها هم با همین قاعده‌ها باید بازی‌ها گذرند. هر سال یگام تغییرات می‌شود، یگام دیگرگونی‌ها می‌شوند. ما همه وقت با داورای خودمان حرکت می‌کنیم که این چیزها را تغییرات الهه‌ها را گذشته فهماندیم. کورس‌های مذکور تا سنه 31 ایول ادامه می‌یابند. فدراسیون فوتبال ولایت در نقشه دارد من بعد نیز چنین چهاربینی‌های آموزشی را راه‌اندازی نماید و داوران و مربیان را جلب نماید تا آنها در آینده به پیشروی فوتبال کشور سهم خود را گذارند.